به نام خدا. برای پیاده سازی به وسیله توتال آی تارگت HTS 720 خب اولین کاری که میکنیم جاب میسازیم و داخل اون جابمون میخوایم نقاط رو ایمپورت کنیم، نقاطی که میخوایم پیاده سازی کنیم. علامت لیست رو میزنیم، علامت لیست اینجا ایمپورت، فایل تکستی که داریم انتخاب میکنیم، فرق نمیکنه تکست باشه یا CSV. فقط نکته ای که اینجا مهمه از ما میپرسه فرمت فایلمون چیه که name ENZ انتخاب، واحد جدا کننده و پایین نمایش میده و من اوکی رو بزنم نقاط من وارد میشه. برای پیاده سازی نقاط وارد منوی استیک اوت، ما تو این دوربین چند روش برای پیاده سازی داریم که روش نوین و جدیدی که توی دوربین هست پیاده سازی به وسیله AR هست. نقطه‌ای که میخوایم پیاده کنیم و انتخاب میکنیم، مثلا نقطه T7 و کلمه سرچ رو اینجا میزنیم. اگر این کارو بکنید سرچ میکنه و میره مختصات T7 رو میاره. چون من نقطه رو دو بار ایمپورت کردم، دو بار آورده و اگه دقت کنید مختصات ها برابر هست و میتونیم خودمون دستی مختصات بدیم یا از لیست بریم و مختصات رو وارد کنیم. حالا ما اوکی رو میزنیم. برای من این بالا یه رادار داره و نقطه مجهولمو داره دقیقاً نشون میده. این به علاوه کروزر دوربین هست. کافی هست که بچرخونیم تا این نقطه قرمز دقیقاً بیفته رو نقطه هدفمون و این زاویه رو صفر میکنیم. و بعدش کافیه دیست رو بزنیم. من فقط میخوام بهتون نشون بدم ببینید زمانی که تلسکوپ خیلی دور هست اینجا می نویسه داون، یعنی به سمت پایین حرکت کنید و اگر زیاد پایین باشید علامت آب میزنه یعنی بیاد به سمت بالا. اگه نگاه کنید بدونید که من قرار روی کنم تو چشمی تونستم نقطه‌مو به راحتی پیاده بکنم و بعد دیست رو میزنیم که به من نشون میده نقطه‌ای که میخوام پیاده کنیم چقدر جلو عقب داره، چپ و راست، جلو عقب و ارتفاع بالا پایین. چون نقطه من تیپ هست روی تیپ گذاشتم. پس این راحت ترین روش هست برای پیاده سازی که از روش AR یا دوربین فوتوگرام دوربین AR این استفاده میکنیم. روش دوم تو منوی استیک اوت گزینه کد هست که میتونید نقشه اتوکدتون رو، حالا من قبلا آورده بودم، داخل یه پوشه بذارید. اگه خواستید مسیر انتخاب کنید علامت پوشه رو بزنید، مسیر انتخاب میشه و همونجوری که ملاحظه میکنید کل نقشه به صورت رنگی هست. میتونید زوم کنید و هر نقطه‌ای رو خواستید میتونید کلیک کنید و جهت پیاده سازی ازش استفاده کنید. و علامت دست رو میزنم، میگه کجا رو میخوای پیاده کنی. اگه نگاه کنید اسنپ هم داره، یعنی وسط خط، انتهای خط. حالا من انتهای این خط رو انتخاب میکنم، مختصاتش رو به من نمایش میده. علامت پرچم رو بزنم، دکمه دیست رو بزنید که اینجا به شما نشون میده چقدر چپ و راست برید. این مختصاتی هست که الان داره میخونه و این هم نقطه هدف شما رو داره به صورت چپ و راست نشون میده که برسه به نقطه. بالا هم دوباره گزینه رادار داریم. پس برای وارد کردن نقشه اتوکد اینجا فایل کد رو بزنید، میتونه بیاره. میتونید لایه‌هاش هم حتی خاموش کنید و اگر کلیر کد فایل رو بزنم فایل کد من پاک میشه. توی ستینگش هم که خب میتونید فرمت تکست رو عوض کنید یا نقشه رو اکسپلود کنید و حالت‌های مختلف داره. عکس کره زمین هم بزنیم که زوم میکنه رو کل نقاطی که برداشت کردیم و مختصاتی که داریم. خب پس روش دوم پیاده سازی شد اتوکد. برای پیاده سازی روش سوم پوینت استیک اوت هست که توی اینجام هست، یعنی میجر پوینت استیک اوت که مثل روش قدیمی هست. اینجا مختصاتی که نقطه که میخوایم انتخاب کنیم و سلکت میکنیم یا میتونید سرچ کنید اینجا T7 رو و مختصاتش رو میاره. اوکی. و با زدن دیست مختصات رو به ما چپ و راست اینجا مختصات و نقاطی که میخوایم پیاده کنیم به من به صورت مختصات میده که چون الان زاویهش درست نیست داره به من میگه 40 سانت برو جهت دیگه که برسیم به نقطه که به نقطه میرسیم. دکمه نکست رو بزنید اتومات میره نقطه بعدی برای پیاده سازی. و اگر این نوار رو بکشم سمت چپ، محل دوربین، نقاطی که میخوایم پیاده سازی کنیم و همه نقاط داخل شما میتونید ببینید. پس سه روش تو پیاده سازی رو به شما آموزش دادیم. روش اول پیاده سازی اتوکد، پیاده سازی نقطه به روش سنتی قدیمی، ایمیج یا به همون AR هست، انگل و دیست روش طول و زاویه هست و روش های مختلف داره که اینا رو تو برنامه‌های مجزا به شما آموزش میدیم.